قرآن بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن این گوهر جهانی باشد برای قرآن باشد برای قرآن درسی که درس دین است شیرین و دلنشین است درسی که درس دین است شیرین و دلنشین است إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حضار گرامی برادران نهایت محترم، به سلسله جمعه های گذشته که در مورد حج صحبت کرده بودیم، موضوع امروز در مورد حج، فضیلت حج و آن کدام حج به نزد الله متعال مقام و منزلت بالای داره، در اون مورد گپ میزنیم. در جمعه گذشته موضوع استطاعت بیان کرده بودیم که کی سر انسان حج فرض میگرده، رسومات و عنعنات مردمی که از خود کشیدن و وقت محاسبه امرای خود میکنن تمام مصارف رفتن و آمدن داره، خود تنها از رسومات و بدعت هایی که در اینجا انجام میده او را نداره، بعد از او از حج باز میمانه و میگه که ما آل توانمندی حج نداریم. در روز قیامت الله متعال در این مورد سوال نمیکنه که تو پس ختم میتونستی، جای نماز توزیع کرده میتونستی، تسبیح داده میتونستی یا نمیتونستی، بلکه فقط سوال از این میشه که توانمندی از این را داشتی که تا کعبه تا مکه مکرمه بروی و پس نان و نفقه عیال توم تا آمدنت برابر بود. فقط در اینمی مورد سوال میکنه. ولی با تأسف که ما در جامعه خود مردمایی را میبینیم که در توانمندی اینمی مقدار استطاعت مکمل داره، اما گاهی هم دل به سوی حج خوب نمیکنه. یقینا همه عبادات الله متعال چون الله فرض کرده، در عبادات فرضی ضرورت به این نیست که انسان فضایل از او را بیان بکنه. چرا؟ چیزی را که الله حتمی ساخته، لازمی ساخته، چون ما عقیده به الله داریم و الله متعال هیچگاه حکم که در او مصلحت و منفعت بزرگ نباشه بالای بنده خود حتمی نمی سازه، چون که در این مصلحت های خیلی زیاد است. الله متعال این احکام سر ما لازمی ساخته. از امو خاطر هر فرد مسلمان باید این نکته را همیشه در ذهن خود داشته باشه که فرایض الله ضرورت به این نداره که چقدر فضیلت داره. از امو خاطر از شما وقتی کتب حدیث مطالعه میکنید در مورد فرایض فضایل خیلی کم بیان شده. اینطور نگفته کسی 2 رکعت نماز خواند اینقدر ثواب داره، اما در عبادات نفلی فضیلت بیان میشه، به خاطر که بندگان الله متعال ترغیب و تشویق شوند او عبادتی که سرشان لازم نیست، حتمی نیست، در او هم اهتمام داشته باشه. از امو خاطر در مورد عبادتهای فرضی فضایل زیاد بیان نمیشه الا ماشاء الله خیلی کم. چرا؟ به خاطر عزیز که الله کدام چیز حتمی و لازمی سری بنده خود میگردانه او خالی از مصلحت‌های خیلی زیاد بزرگ نمی باشه. از امو خاطر هیچ عبادت نفلی به عبادت فرضی برابر در ثواب شده قطعا نمیتونه. وقتی ما میگیم که حج فریضه الله متعال است، امی بر ما کفایت میکنه که بله حج فریضه الله است، بسیار مقام و منزلت بالا و والا داره. اما از اینکه مراسم حج یک سلسله مراسمی است که با عقل و طبیعت انسانی سازگار نیست، کاری را انجام میدی که در ظاهر اگر کسی نکمی فلسفی و عقلانی باشه حتی حج نعوذ بالله شاید انتقاد اعتراض کنه،
مثل که یک تعداد مردمایی که غرب زده است همیشه پشت عقلانیت رفته مراسم حج مورد انتقاد قرار میده. سنگ حجر اسود بوسه کردن یا لمس کردن چی مفهومی داره؟ طواف در گرد یک خانه چی مربع شکل چی مفهومی داره؟ دویدن در بین تپه صفا و مروه چی مفهومی داره؟ استاده شدن در یک میدان خشک عرفات چی مفهومی داره؟ در مینا باقی ماندن چی مفهومی داره؟ اونجا به نام شیطان مردم میگه اصلا او شیطان نیسته، او فقط علامات است برای از اینکه در این مواقع شیطان با امرای ابراهیم علیه السلام روبرو شده. این سنگ زدن شیطان خود در اینجا نیسته که خطی سنگ بزنی، این چی مفهومی داره؟ عبادات یا مناسک حج مکمل اگر عمیق و دقیق انسان در موردش تفکر نکنه، امو کاروایی های و کارنامه های تاریخی ابراهیم و اولاد ابراهیم علیهم السلام انسان نخوانده باشه و ای را بدانه که در اینمی مقامات استاده شدن، طواف کردن، باقی ماندن، شب تیر کردن، دعا خواستن، کلش یادگار یا یاد بود از او کارنامه های تربیتی و سازنده عقیدتی ابراهیم و آل ابراهیم علیهم السلام است که ما چون خود ملت ابراهیم علیه السلام ترقی میکنیم، دعوا داریم که در منهج ازو روان هستیم و ما باید کاروایی های ازی را در ذهن داشته باشیم. البته این کاروایی ها یا یادداشت به خاطر از این نیست که تولد ابراهیم علیه السلام است ما جشن میگیریم، یا ابراهیم علیه السلام توی کرده ازدواج کرده ما جشن میگیریم، یا ابراهیم علیه السلام وفات کرده ما جشن میگیریم. در دین مقدس اسلام سری تولد و وفات و این گپا نه جشنا شده و نه غمزاری ها شده. در دین مقدس اسلام هر دو موضوع پدیده جدید و بدعت صریح است که امت ها از دست نادانی و جهالت خود مبتلا به انجام همچو اعمال شده که یاد بوده یکی از افراد خود گاهی از وفاتش جشن میگیره و گاهی از تولدش جشن میگیره. این در دین اسلام قطعا جایگاه نداره و دین اسلام اینطور موارد رد میکنه. بله در دین مقدس اسلام یاد بود از او کارنامه های تاریخی است که یک مرتبه در ذهن دو کارنامه میآید مویاد تن استاد میشه. چی بندگانی مطیع و فرمانبردار الله متعال؟ بندگی الله چی مفهومی داره؟ شما یک مرتبه فقط یک تصور واقعی ابراهیم علیه السلام امرای فرزند دلبندش به امرای یک مادری که دور افتاده از وطن، قوم، خیل، خانواده خود، از خویش و اقارب خود، از مردم و در یک صحرای بیابانی یک طفل به جوانی خود رسیده باشه و بعد از او پدر پیشنهاد کنه که من از جانب الله مامور میشم در خواب تو را میبینم که قربانی میکنم آماده است یا نه؟ چی فرزندی باشه که اطاعت اعلان بکنه، چی مادری باشه که اجازه به قربانی فرزند بده و چی پدری باشه که کار داده گلونی فرزند خود کش کنه. اگر ما مسلمانان یک مرتبه با واقعا او کارنامه تربیتی و عقیدتی ابراهیم علیه السلام نظر بکنیم، مفهوم و معنای بندگی مکمل در تصور و ذهن ما میاد که بندگی چی مفهومی داره. بندگی تنها امیره میگه که اگر هر حکم موافق طبیعتم بود انجام بدم، زمان مخالف طبیعت میشه باز بهانه جویی بکنم از یک نحوه نه یک نحوه دیگه او را باید انجام بدم. ما بارها در مراسم عروسی و خوشحالی به مردم اعلان میکنم که مردم این آیتی که در مورد یهود الله متعال میخونه و برای ما و شما در سوره بقره در سپاره اول بار بار در زیر چشم ما تیر میشه و تلاوت میکنیم که افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. نشوه که مصداقی آیت قرار بگیریم، نشوه که روزش خوشحالی ما به ساز و سرود و آوردن سازنده ها و رقاصه ها به اختلاط مرد و زن تیر شوه. باز ایمان تو ایمان نیست بلکه ایمان تو تابع خواهش نفست بود. نشوه. مؤمن او کسی است که مکمل داخل میشه بیگم در یک محفل عروسی. همین گپا را ما گفتم. وقتی کسی اطاعت ابراهیم علیه السلام در ذهن خود میاره، ابراهیم علیه السلام خود بالام نمیتراشه بلکه از الله متعال توفیق طلب میکنه از مکمل تسلیمی به الله. ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امه مسلمه لک. الله مورم تسلیم به نظام تو بگردان، در یک حالت نه، در یک لحظه نه، در یک روز نه، در تمام لحظات عمر. او این دعا را میکنه
باز ووصى بها ابراهیم و بنیه و یعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. نقطه اخیری چه درسی بر ما میده؟ مرگ سرتان نبیه مگر در حالی که مسلمان باشه، مکمل تسلیم به حکم الله باشه. آیا او کسی که در سینما باشه، در ساز و سرود و رقص باشه و مرگ الله سرش بیاید، او کسی که با امریکایی نشسته، او کسی که با سارا کمک میکنه، او کسی که آبی خدا در آسیای دشمن ریختانده، در او فرصت مرگ سرش بیاید، آیا این آیت سرش صادق شده میتونه؟ کلا قطعا نه. اگر کسی دعوای ملتیت ابراهیم علیه السلام داره، باید و شاید تمام لحظات عمرش به تسلیمی احکام الله متعال سپری شود. بدون ازی اسلام ناقص است، تابعداری ملت ابراهیم ناقص است، دعوای ایمان ناقص است و گاهی هم لاف از ایمان خود زده نمیتونه. ما خو میبینیم یک روز توی فرزند ما میباشه، کلگی را ده آزار و اذیت قرار میدیم تا نصفای شب مردم در خواب نمیگذاریم. نمازهای مردم قضا مکمل، کلی مردم، چقدر مردم در او شب نعوذ بالله دور از مسجد تصور زنا را داره. آلی او تصورات زنا یک کم دیگه اضافه شده، او تصویرهای لعنتی دیگه بار او را ثبت میکنه، در خانواده ها رایی میکنه، ملت های دیگه او را مشاهده میکنه. این لعنت دیگه است. حج یقینا عبادتی است که ذهن انسان زود پذیرفته نمیتونه. عقل انسان مزایا و او درسای عمیقی که در این عبادت بزرگ الهی نهفته، این را زود درک کرده نمیتونه، زود احساس کرده نمیتونه. از او خاطر اکثر اوقات دوچار سراسیمه و دورایی میشه. امروز ببینه از دنیای غرب بعضی خواهرها و برادرای ما همی گپ میزنه، دمی روزا در مسجد برای من میگه وی تو مولویستی نمیفهمی که حج کعبه را خراب کو، دل یک آدم در دست بیار. بازی شیرم برای ما میخونه که دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. من گفتم این شیری لعنتی است، این شیری بیرون از دین است. کدام دل؟ دل کافر؟ دل زنی فاحشه را به این دست میاری که زنا قطعش بکنی، دل حرامخور را به این دست میاری که حرام قطعش بکنی، دل پودری را به این دست میاری پودر برش بده، دل او فاسق و فاجر را به این دست بیار که در توی رقاصا را برش بیار برقصون. تو بدبخت من گفتم دین نمیفهمی، از اسلام بهره نداری، اگر داشته باشی تو سخن نمیگی. کدام دل؟ کعبه الله را تو میگی هزار کعبه را بیرون کو، یک دل به دست آور. این شعار نصاراست. امروز یهود و نصارا امیر زمزمه میکنه که فقط رعایت مردم، تقاضای مردم. در زندگی شخصی کسی کار نداشته باش، خیلی چی بکنه؟ امروز اگر ما جوانا برادر و خواهرها را به سر خود اعلا بکنیم، چی حشر میشه؟ چی واقع میشه؟ کدام اعمال بچه‌شون دیده میشه؟ به الله قسم از او کده که بدترین و بد اخلاقترین شخص نیست، اگر تحمل همون کارا را تانست من برش تفل میمانم. امروز دنیای غرب که خود خواستار امیطور نظام هاست، اما امروز تنگ آمده. امروز مردم خبره و هوشیار و دکتر و انجینرش امی فریاد بالا میکنه که آزادی مطلق بند شوه، که دیگه زندگی ممکن نمیشه. نسل تباه شد، انسانیت از بین رفت. این را درک کرده، این رنج درک کرده. امروز مسلمان ما با 4 روز زندگی خود در غرب رفتن فکر میکنه چقدر زندگی آرام آسوده با اطمینان با صمیمیت با محبت داره، کلا قطعا وجود نداره. عزیزان برادران مؤمن، دعواگرای تابعدار ملت ابراهیم علیه السلام زمان ما اینا را تعقیب کرده میتونیم که یکه دعاهای ابراهیم علیه السلام، درسهای ابراهیم علیه السلام، کارنامه های ابراهیم علیه السلام ما یقینا در زندگی خود بالکل آثارش را به چشم مشاهده کنیم. در غیر از او
این ادعا غلط و دروغ است که ما داریم. یک روز تکبیر اولا میگیم، دیگر روز در توی بچه خود رقص میکنیم. عجیب مؤمن هستی. یک دفعه لاف قطع عالم جنگ با جاغه میشیم، سری بدعت دعوا داریم چرا نمیکنی؟ اما دیگر روز دختر ما شب قطع امریکایی تیر میکنه. عجیب ادعای ایمان است. کدام ایمان؟ کدام غیرت؟ بله، عبادت حج در سایه عمیق داره. الله متعال ما را توفیق نصیب بکنه که ما از سفر حج، از مراسم حج، از بازگشت از حج یقینا درس عظیمی گرفته باشیم. در زندگی ما تغییر و انقلابی آمده باشد. ما درک کرده باشیم اخلاق، ما درک کرده باشیم عقیده را، ما درک کرده باشیم همزیستی را، ما درک کرده باشیم رویه و عفو در گذری را، ما درک کرده باشیم خدمت دین را، ما درک کرده باشیم که تسلیمی به حکم الله به کدام منوال می باشد. ولی افسوس است ما بارها اعلان کردیم که حجاج ما، شما باور به الله متعال بکنه، میره و پس میآید، بلکه بدی و گناهش از او قدم زیادتر شده میره. تا دین روز در دکان 1 روپا فایده میگرفت، حالی 3 روپا فایده میگیره. از حج پس آمده، تغییر نداره. یک آدم میگه والا عبادتتون به نزد الله مقبول است یا نه؟ بالکل علامه داره، نشانه داره. هر کس میدونه که عبادتم قبول است یا نه. اگر بعد از این عبادت دیگه عبادت کردی و بعد از این عبادت امی عبادت خوبتر کردی، معلوم شد عبادت سابق مقبول است به نزد الله متعال. اگر نه که عبادت انجام دادی، باز بعد از او عبادت و عبادت از سر انجام ندادی یا تو را طرف گناه کشانید، باز نگو که عبادت مقبول است، دعای مقبول است. هر کس میدانه. این ما هر کس قطعی نفس خود محاسبه کرده میتونه که چه قسم است، عبادت های ما مقبول است یا نیست مقبول. الله متعال برای ما میفرماید، آیت سابقه را که برای وجوب حج بود را تکمیل کرده بودیم تفسیرش. امروز الله متعال زمانی که یک انسان اراده عبادت حج داره، چی برش مناسب است، کدام آداب رعایت بکنه؟ قرآن کریم برای ما میگه الحج اشهر معلومات. وقت و زمان عبادت الله تعیین میکنه، انسان تعیین نمیتونه. جنگ و جنجال ما امروی امت اسلامی فعلا که جنگ به جاغستیم همیسته که ما میگیم عبادات برای خود وقت داره، خو وقتش شارع تعیین میکنه، نه تو. اگر تو یک وقت برش خاص میکنی، نعوذ بالله تغییر میاری در حکم شارع. او برادر، ملاها پیدا شده خیرات بد میگه، ما خیرات بد نمیگیم. هر کس خیرات بد بگویه کافر میشه. چیزی قرآن خوب گفته باشه یک مسلمان او را بد بگویه کفر است. تو در یک موارد برای ما بکش که هنگام مرده میشه، امرای مرده یک قنات جای نماز ببر، 20 غوری الوار قطی چپاتی یک جای که سری مقبره ببر. تو این را برای من نشان بده که جنازه پدر مردم بیگانه بگیره، بچه بده و طرف بازار پشت کراکری. تو این را برای من یک اسلام نشان بده. کدام اسلام، کدام خیرات؟ امی دیگی پخته شده، امی کراکری والا و آشپزت آماده بنان است، صدها یتیم و بیوه گرد میگرده، به نام الله طلب میکنه، سری دیگه کس واز نمیشه تا که جناب مولوی صاحب محترم و حاجی صاحب محترم که نمیبینه که طعام یتیم است، این طعام کسایی است که تالی را مالش مشترک است تقسیم نشده، این طعامی است که تالی را رضامندی ورثه گرفته نشده، سوال نیست و پس میگرده کلی پیشک میزنه. برای از چی میشه؟ کدام عبادات الله؟ آیا کسی که مرده سر شوه حتما ضروری است که بیگاه شام الوار در مسجد ببره؟ حتما ضروری است که روزی پنجشنبه ختم قرآن و مردم طلب بکنه، سپاره را تقسیم بکنه؟ شما علما داری، یک مرتبه به می علمایتان رجوع بکنه، از پیشش سوال بکنه، بگو او علما امی چیزی خوب و ثواب پیغمبر و صحابه کرده یا نه؟ پدرش گفته نمیتونه که نه،
بگو اگر کردمی ختمی که ما میکنیم امیر کدام مرتبه در کدام مرده یا پیغمبر یا صحابی کرده بیایی پیش کنه یک سند ما تابیداری دین نمی کنیم دین از فکر و دماغ خود می سازیم ثواب تلقی می کنیم ما میگیم که دین است حج وقت داره یک آدم احرام در رمضان بسته میکنه چقدر بهترین مبارک ماست قرآن دو نازل شده احرام صحیح است نیست صحیح شریعت اسلامی برای حج ماهای خاص مقرر کرده شوال ذوالقعده 10 روز ذوالحجه بگذار 10 شب رمضان برو در عرفات استاد شو در ایام حج فرضی فقط یک 9 ذوالحجه بعد از زوال تا صبح طلوع فجر نشده باشه یک مرتبه در او احاطه عرفات داخل شدن تو استاده شدن تو فرض است اگر انجام ندادی کل حجت نشده هر قدر محنت و زحمت کشیده باشی لیکن تو جناب در ماه مبارک رمضان برو 10 شب اخیر همونجا اعتکاف بشی روز و شب هیچ خوابم نکو عبادت که الله را بکو حج میشه نمیشه اوقات الله مقرر میکنه شریعت مقرر میکنه تو مسلمان برای صدقه و دیگت و اوقات تو مقرر کرده 3 4 جمعی چلی سال پورگی در کدام کتابی بابایت است تو یک دفعه بکش دین یک دفعه بدون که دین عبارت از چیست از او خاطر قرآن برای ما میگه الحج اشهر معلومات حج ماهای معلوم است تغییر و تبدیل نمیشه چرا اینطور میگه در زمان جاهلیت برای پورا کردن خواسته های خود مردم جنگی بود عرب دلشان میشد که در این ماه حرام جنگ بکنه میگرفتن ماها را خود میگفتن آلی ما کدام ماه ذوالقعده کدام ماه و دلشان میشد میگه در این ما جنگ میکنیم چی میگفتن این ماه را ما ربیع الاول مقرر میکنیم بروی ربیع الاول بس سخنای تو نمیشه جنابی محترم مشرکین عرب یک ماه پیش یک ماه بعد از او صرف به خاطر خواسته های خود امروز ما مسلمان هم کار میکنیم انما النسیء زیادة فی الکفر قرآن یاد میکنه تاخیر انداختن ماها از وقت و زمانش زیادت در کفر است یکی کفر است یکی زیادت در کفر اما تو مسلمان اوقات تغییر نمیدی یک روزی که دمی مسجد یک نفر میآید جوان است خوب قیافش میبینی که همی آدم کسبی نیست پودری نیست مرواری واری آب دیدایش میریزه میگه که به الله قسم اولادم در او دشت و بیابان است بیگانان ندارم من ببینم تا که آلی دور بخوری در جیبت نباشه تا خانه را بدوی پس بیایی امی برادر اکمال بکنی یکی از او طرف صدا کنه که بیا در سوالگر نیستم به الله قسم از الله بددعام طلب میکنه که اگر من غلط و دروغ بگویم و میگه که صبور جیبی مرا زده تا ایرات میرم که راه ندارم میپردازیم اینطور موقع شریعت برات میگه که صدقه کو شریعت اینه برات تعیین کرده خود تو تعیین کردی از خدا شارع جور میکنی اوقات تو تعیین میکنی قرآن میگه نه عبادت برای خود وقت داره وقت معلوم داره الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج کسی که فرض کرد فرض وقتی میشه انسان احرام بسته کن تلبیه بگویه شروع به لبیک اللهم لبیک کنه آلی سر تو حج فرض است چی آدابی داره حج میروی حج در حج 3 چیز زیاد امکان داره که انسان مرتکب شود زنا از مختلف جاها آمده مردم رقم مفتوره داره از یک مملکت زن آمده نه روی پرت میکنه نه سینه خود پرت میکنه و در داخل طواف و داخل مسعی و داخل راه از هر طرف تیر میشی انبوهی و ازدحام است شانم زده میتونی روبروی تم میآید همه گپا میشه همه گپا ولی با کسی که فاسق است با کسی که یقینا برای عبادت حج نرفته کسی که به عبادت حج رفته باشه قرآن برش میگه فلا رفث در اونجا حتی به همسر خود مسئله همبستری و گپای همبستری که مقدمه برای همبستری ایرم گفته نمیتونی هیچ نوع سخنانی تحریک کننده شهوت در اونجا گفتگو کرده نمیتونی حج آداب داره اونجا برای به عبادت الله رفته ای امور مادی
خواسته های بدنیت مکمل یک طرف میمانی. آنی خود تجرید بکن خدا. در یک مقامی هستی میبینی اونجا مخلوق الله، در بدن خود سعی میکنی دو چادرک داری، امو کفنی است که آخر عمر در بدن تو گاهی وقت نصیب میشه و گاهی وقت نصیب هم نمیشه. اونو حالت است. امونجا خود فکر میکنی چی دارم، در این مقام آمدم از الله متعال دعا طلب دارم، چی عمل کردی خوبی به الله خود پیش میکنم. روزی میآید در روز حشر با امی قسم لباس، بلکه نه ای لباس هم نه، بلکه لوچ در طرف الله متعال میدویم. چی داریم؟ قرآن این آداب میگه. در آن چیزی که زیاد واقع میشی قرآن برات میگه فلا رفسه، نافرمانی الله متعال اونجا زیاد میشه. یکی را آزارم داده میتونی، سری پای میمانه، تنبتیله میشی، جیبی کسی را زده میتونی، دزدی میتونی، مالی کسی را گرفته میتونی، هر کار میتونی. قرآن برات میگه ولا فسوق، اونجا دیگه خروج از طاعت الله متعال نیست. در یک تیله اگر گیر آمدی روی دور میدی، این بر پدرت اینطور میگی. قرآن برات میگه این موقع است که در گذر میکنی اخلاق پیدا میکنی. ولا جداله، گفتگویی که منجر به نزاع شوه، به کشمکش شوه، این گپا در اونجا در حج نیست. حجاج محترم ما الله هدایت کنه همه ما را، از روزی که در ثبت نام میره تا روزی که در اونجا در میدانهای هوایی پایین میشه، تا روزی که در هر حالت است، یا قطع معلم در جنگ است، یا قطع پلیس، یا قطع عملی مطار و میدان هوایی، و یا قطع خدمه دیگه، همیشه در جنگ است. تنها عمل کردی حج، معلمین حج عمل کرده نشان میده. به حجاج بیان کنی که حج چی مفهوم داره، الله متعال از حاجی چی چیزه مطالبه داره و چی چیزه الله خواسته، اینا برش بیان کن. در حج گپا وجود نداره. چرا؟ انسان دارنده سه قوت است: قوت نفسانی، قوت غضبانی، قوت شهوانی. قوت شهوانی تقاضای همو گپا را داره. قوت نفسانی میگه چقدر خوب موقع است، سعی کو دلار دیده میشه، هیچ کس دیدم نمیتونه، خدا بیا از او قطع شفت کو، برو دیگه زده میتونی. جنگ و جدل خو خیلی آسان است که انسان جنگ و جدل بکنه. قوت غضبانی امی تقاضا را داره. غیرت در جوش آمده، من افغانیستم، دو چریت میکنم. اونجا افغانیت نیست، اونجا اسلامیت است. اونجا سرزوری نیست، اونجا باتوربازی نیست، اونجا تواضع است. خدا بال جور کو، بال در زیر پای مردم، اونجا موقع خدمت است. قرآن کریم از همون خاطر متصل از میگه و ما تفعلوا من خیر. الله اکبر. اینطور یک موقع خدمت است. ریش سفید از افغانستان کل ریش سفید میره، تا که ریش سفید میرسه چای تیار کرده باشی برش پیشش بانی، نان از بازار برش بیار، از دستش بگی در حرم ببر. یک نفر خیمه را گم کرده، راه را گم کرده، کارتکش میبینی میرسونی در خیمه. یک آدم میگه چپلک خیر است، در کجا مونده بودی؟ نشانه داری نداری؟ خیر است. حالا من از بازار برای چپلک میارم. الله اکبر. آدم از اونجا میره شاور اعلان نمیتونه چی رقم است. یک دفعه دست در زیر بگیری، هیچ دکه نمیدی، خود به خود آب میاد، دست اوسو میکنی. مردم ایران است که علی تو داده او را خراب میکنه، لیلا کردن آب نمیدانه. دستی برش بخیزی بیا در کمینی طور است. در طرف تشناب زنا روان است، کرد بگیری جای زناست، طرف مردا. و ما تفعل من خیر. موقع است که هر قسم خیر الله برات نصیب میکنه، به شرطی که تو همت بکنی. زمانی از حج پس میگردی، تا صدها حاجی در حجشان شریک باشی میتونی. ولی با تاسف مردم افغانستان این بهره نداره. چرا؟ خود آنقدر ریش سفید میره که خود خسته نمیتونه، دیگر چی راهنمایی کنه، چی بهره از دیگرها بگیره. و ما تفعل من خیر
آن چیزی را که شما از امر نیک انجام میده که موافق قرآن و حدیث است، یعلمه الله، الله او را میدانه. الله اکبر. یعلمه الله را نکتهش میدانیم. عمل انسان با جماعت، تنها، در تاریکی شب، در خانه، در بازار، در مسیری را، در هر موقع، بنده مخلص عملش قطعا سکون پیدا نمیکنه، قطعا استاد نمیشه، همیشه متحرک است. چرا متحرک است؟ او در این فکر نیست که مردم مرا میبینه آنه، آفرین میگه آنه، شاباس میگه آنه، مردم از من اظهار تشکر میکنه آنه. او یقین داره که کاری نیک است. او یعلمه الله، کی میدانشه؟ الله میدانشه. اگر این نکته در ذهن ما بیاید، اگر ما بدانیم که کار برای طلب رضای الله است، از کاری ما هیچ کسی آگاه نباشه، تنها و تنها الله آگاه باشه، یعلمه الله، الله میدانه. الله طور غیرتی ذاتی است. اگر ما تو یک بلست حرکت میکنیم، او یک قلاچ برای ما پیش میشه. اگر یک قلاچ پیش میشه، الله با بیدو برات میآید به رحمت خود. بندیم یک مرتبه درود بالای پیغمبر میگی، 10 مرتبه است، الله برات ثواب میده. یک عمل نیکه ادناترین درجهش 10 درجه برات نوشته میکنه. ای بنده یک دفعه بدون قدری تا که الله متعال چه قسم مرتبه و مقام بری تو قائل است، ولی تو میدانی از استفاده کرده ای. بعد از الله متعال میگه و تزودو، توشه تیار کنی، توشه، فإن خیر الزاد التقوی. مردم یمن می آمدن میگه ما متوکلین هستیم، توشه را قطعی خود نمی آورد، تا یک جای یک چیزی داشتن، بعد از او دست در مردم دراز میکرد. سبب اذیت مردم، بوج بالای مردم. انسان بوج بالای مردم نباشه. در زندگیتون کوشش کنه آب به دیگه بده، نبگو که آب برم بده. همت از دست نده، تلاش بکن تو سری کسی مصرف کن، نه کسی سری تو مصرف کنه. و تزودو، توشه بگیره. الله متعال میگه بوج برای دیگران نشه. چرا؟ فإن خیر الزاد التقوی. بهترین توشه التقوی، خود نگاه کردن، سوال کردن است که بته چیزی ندارم. یک ترجمه همیست. دوم ترجمه، انسان زمانی که سفر آغاز میکنه برای حج، یک قدر بندوبست میگیره. مردم افغانستان ما خاکستر نسوار خودم از اینجا قی خود میگیره، از اینجا قطی خود میگیره، میگه نسواریستم اونجا باز پیدا نمیشه. همینطور است یا نیست؟ راست تانه بگوی. نیاز بدنم است، ضرورتم است. پیسه را، چای سبز قطی خود میبره، حتی بعضی ظروف از اینجا میبره، خب هم میکنه که میبره. اونجا قیمت است، اینجا ارزان، چیزی سبک است، اما کارهای خود انجام داده میتونه. این زادی است که برای امور جسمی ما به درد میخوره، امور مادی است. اما الله متعال میگه ای بنده، تنها به این امور توشه به خود آماده نکو. یک توشه قوی دیگه است، او را باید قطی خود ورداری و قطی خود داشته باشی. و تزودو، توشه تیار کنی. چرا؟ کدام توشه را؟ فإن خیر الزاد التقوی، یقینا بهترین توشه تقوی است. قوت و انگیزه که در وجود تو را وادار به انجام مامورات الله می سازد. قوت و انگیزه که تو را از منهیات الله باز می دارد. قوت و انگیزه که تو را در تمام احکام الله متعال فقط فرمان بردار می گردانه. اینی میره تقوا میگه، ای را داشته باش. ای را اونجا که تقوا امرایت باشه کسی را بدرد نمیگی. اونجا که تقوا امرایت باشه ادناترین اذیتت به کسی نمیرسه. اونجا که تقوا امرایت باشه جنگ، جدل، رفث و فسوق هیچ کدامش دیده نمیشه. این تقوا خیلی ضرور است. فإن خیر زاد التقوی. خب در اون طور مواقع کی ما را میبینه؟ در احرام هستم، الله منع کرده که در حالت احرام ناخونای خدا نگیرم، میرم در تشناب، کی ما را میبینه؟ میگه مویایت قیچی نکنی، عطر نزن، محظورات یا ممنوعات احرام است. کی ما را میبینه؟ کسی میبینه؟ الله متعال میگه در تمام حرکت زندگیت پلیس وجود داره. واتقون یا اولی الالباب، از ما بترسه صاحبان عقل. در هر نقطه زندگی قرار داری، در هر وطن، از الله، از علم الله، از قدرت الله بیرون نیست، زیر مراقبت الله قرار داره.
ادناترین حرکت غلط و ناشایسته انجام میدی. در مو موقع در ظاهر خود متقی، اما در باطن چشم دوخته که چه وقت جنایت بکنم الله تو را میبینه. اگر حکومت سعودی تو را گرفت که دستی تا قطع کت خیر، او خمیشه اگر خطا خوردی باز دستی تا الله قطع میکنه، باز از الله خلاص شدنی نیستی. افسوس است که مردم از ممالک صرف به خاطر کمایی مال دنیا تا اونجا را سفر مشقت هم میکنه و در او طور مرکز عبادت الله که انسان وقتی مخلوق الله را میبینه اونجا احساس عظمت اسلام میکنی که اسلام چی دینی است، چقدر بزرگ دین است. الله نصیب همه ما بگردانه. درک میکنه انسان که اسلام کدام دین است. ولی دمی طور موقع هم مردمان پیدا میشه که الله از همه خیر واره محروم ساخته. الله ما را محروم نگردانه، همه مسلمانان را. عزیزان گرامی، آیت قرآن کریم برای ما درس داد. این آداب حج است. این سلسله را انشاءالله ادامه میدیم که خب عمیق درک بکنیم که حج برای ما چی می آموزه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. شیرین و دل نشین است